صدر اعظم آلمان در مجلس این کشور سرانجام پس از 2 روز بحث و بررسی به طرح اعزام سرباز و استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرزهای ترکیه با سوریه رأی مثبت داد. این طرح با مخالفت برخی از نمایندگان روبرو شد. این ادعا که سوریه ترکیه رو تهدید میکنه مزخرفه. من معتقدم سوریه هرگز چنین کاری رو نخواهد کرد. بر اساس این طرح ارتش آلمان از اوایل ژانویه سال آینده 2 سامانه ضد موشک پاتریوت رو به ترکیه منتقل خواهد کرد. همچنین 400 نظامی آلمانی در ترکیه مستقر میشن که بخشی از این نیروها با استفاده از هواپیماهای مجهز به سیستم هشدار دهنده آواکس مأمور حفاظت از آسمان ترکیه خواهند بود. شما بدون تصمیم سازمان ملل به خاورمیانه و خاور نزدیک نیروی نظامی میفرستید. میدونید با این کارتون با شلیک اولین موشک آلمان رو وارد جنگ کردی؟ جعفر عزیزی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برلین.